الان هوا گرمه، میخواستم آموزش آب پاش واسه موتور بذارم. وقتی هوا گرمه شما آب میریزین رو خودتون، با سرعت که میرین خنک میشین. این وسایل نیازه واسه که میخواین چی بکنین: شلنگ بنزین، یک دونه قمقمه، هویه، موتور آب پاش شیشه شور، یک کم سیم دیگه. این ابزارهایی هم که نیازه دیگه: سرسیم کولری، یک دونه کلید. الان به نظرم اینجا جای مناسبیه که بذاریم. وقتی که چپ و راست میکنیم بهش گیر نمیکنه، به لوله اگزوز هم نمیخوره که ذوبش بکنه. سیمای مثبت و منفیشو لحیم میکنیم، فروکشاشو برمیداریم. پایین ترین قسمتشو سوراخ میکنیم که آب بیشتری بتونه بیاد. از اندازه دهنه یک ذره کوچیک‌تر چی میکنیم که وقتی میزنیم با فشار بزنیم که قشنگ آب بندی بشه. این قسمت عجله نکنیم وگرنه باید بنزین دور. اینا الان رفت تو. توصیه من اینه که این قسمتش رو دور اینو یک دونه چسب برقم بزنی که به سفترم بگیره. شلنگ آب پاش هم میخوره به اینجا که اون آخر کار میزنیم. الان این چون واسه این کوتاهه، بهترین جاش اینه که اینجا ببندیم قشنگ گیر بکنه. این چون کوتاهه اینو اینجوری میگیریم، دوتاشو به هم بند میکنیم. سفت پایین هم از این قسمت میبریم به اینجا، خیلی خوب محکم میشه. سیماش هم میگیرین همینجوری میبریم. چون من بست ندارم از این نخهای کفش داشتم، حالا میبندم. حالا چون بست داشته باشین تمیزتر در. برای که سیما قطعی چیزی هم پیدا نکنه، دور این سیمه رشته سیم اصلی که میاد توی کلگیه کله چراغ میبندین، میاریم بالا.
حالا من چون اینو قبلا درست کردم، داخل کله چراغ این مثبت و منفیه چیو دارم اینجا، به این میبندم برقشو. ولی شما چون مثلا ممکن نداشته باشی، حالا نمیخوام، حالا از داخل کله چراغ باز میکنم. داخل کله چراغ این سیم مشکی که چیه دوبل داره، سرسیم دوبل داره، از این میگیرین مثبتشو میدیم به کلید. یکی هم از این سیمای سبز، سیما سبز هم منفی کله، یا مثلا میتونی به بدنه وصل کنی، به پیچ وصل کنی، به چیز وصل کنی. منفی رو باید به منفیش وصل کنی. مثبت یکشو وصل میکنی به پایه وسطی، یک پایش هم وصل کنیم به این آخری مثبت اصلی رو، خروجیش هم وصل میکنیم به این. اینو میچسبونین اینجا با چسب حرارتی یا بسته کمربندی. بسته چسب حرارتی خوب در میاد. میذارین اینجا که انگشت اشارتون بهش برسه. خب مثبت رو بهش لحیم میکنیم. یک تیکه میاریم میزنیم به این که خروجیش از کلید بشه. همونطور که گفتم شما چون مثلا از داخل کله چراغ مثبت منفیشو میگیرید. این لحیم شد. حالا شما کلید رو باز کنین، این صداش میاد، این صداش میاد. خب شما ممکنه طوفان که چسب حرارتی نجاته تو خونه اون پیدا میشه. میان اینجا یکم میگیرین اینجوری حرارتش میدین، میزنین اینجا، تو کنم چسبون روش. خب شما وقتی که انگشتتون رو دراز بکنید در حال رانندگی یکم سخت، برای اینجوری خیلی راحت. شما اینو قشنگ
حتی بدون چسب هم میتونی چیز بکنی، ولی چون ممکنه کنده بشه میتونی همینجوری بزنیم به و بس کمربندی بزنیم که قشنگ صفر بشه. حالا شلنگشو وصل میکنیم میاریم بالا. هرچی شما بس کمربندی بیشتر بزنین چی بزنین خوش بهتر در میاد. اضافه شلنگ رو شما میاریم بالا، از اینجا رد میکنین. حالا شما اگر آینه بغل داشته باشین، از کنار آینه بغل قشنگ تو صورتتون هر جایی که میخوایم باشه تنظیم میکنین، بعد قشنگ آب میپاشه. این فکر کنم آب، نه آبش تمام شد، قشنگ میپاشه تو صورتتون. شما حتی میتونین بازیتون هم بکنین، اینجوری بگیرین به سمت بچه ها میخوایم باش شوخی بکنین، این پیچشو باز که میکنین تیز میپاشه. شما میتونید سریشو باز کنین کامل، اصلا دستتون میخواین دستتون بشورین، فکر کنم آب نداره، دستتون رو میشورین. این موقع دستتون چسبو که شربتی میخورین، چایی میخورین. مخزنش آب کردم ولی ظاهرا بازم اونقدری که باید خوب کیپش در نیاوردم، باید کیپ تر میگرفتم. نه این آب ریختنش. حالا واسه تون اینم الان بهتون نشون میدم چجوری بسته میشه. این قسمتشو شما باز میکنیم، اینو قشنگ جا میدیم. یکم اگه چسب حرارتی هم زدیم بهتر در میاد. اینو که قشنگ زدین چسب حرارتی میزنین قشنگ تو بره، بعد که اینجوری میکنین سفتش میکنین، بعد دیگه میبندینش دیگه. اونش دیگه حالا شما خودتون. این آب پاشم، اینم حالت تیزش. حالا من چیزای دیگه هم دارم، یک موقعی اگر چیز کردیم آپشنای دیگر هم مثلا بهتون میگم. مثلا گرم کنه دستم مثلا بهتون یاد میدم چجوری آب ببندین. حالا گرم کنه دسته 2 مدل دارم. من یه مدل دیگه بوده چند سال میبستم، این به این نتیجه رسیدم که این مدل خیلی بهتره.